سلام به همه همسفرهای همدل و همراه موشکا. تو این اوضاع پیچ تو پیچ منطقه‌ای و بین المللی که عظما و کوسه و شیخ فری رو ساندویچ کرده، نخبگان نظام بعد جوری دنبال راه حل میگردن. حلاف و دولای اتاق فکر دولت نشستن و زور زدن تا بالاخره عضلات مغزشون کش اومد و یه راه حل بکر اومد رو میز اعتدال. رؤسای جمهوری ایران و روسیه در حاشیه نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر در آستاراخان روند توافقات و همکاری‌های تهران مسکو را بررسی کردند. دکتر روحانی و پوتین در این دیدار بر گسترش همکاری‌های دو کشور تاکید کردند. حالا که موبایل اوباما میگه نو ریسپانس تو پیجر، شیخ فری دنبال تلفن نامبر پوتینه. حاجی بنفشه میخواد با اشوه شرقی به غربیا سیگنال بده که بله اگه با ما راه نیاید ما نعلیم به پا میریم پابوس پوتین. بعدم واسه این که این بدبختی استراتژیکی و یه جورایی ماسمالی کنه، رئیس دفترشو میفرسته تو تیوی ریش تا اینجوری بازارگر میکنه. این 5 دیدار با آقای پوتین از سوی آقای دکتر روحانی فقط هم لفظ و تشریفات و ظاهر نبوده، دستاورد جدی داشته. توافقی که دو طرف کردن در ارتقاء مناسبات اقتصادی که حجم مبادلات رو به زودی چند برابر خواهد کرد، این اتفاق بسیار مهمی است. آره خیلی اتفاق مهمیه. فقط خوب قبل از این اتفاق مهم یه بار ورق پاره های باند خودتون رو توجیه کنید تا با لو دادن حجم مبادلات شیخ فری رو اینجوری سنگ رو یخ نکنن. روسیه نمیتواند جایگزین غرب شود. با توجه به اینکه در تجارت ما با روسیه 10% صادرات داریم و 90% واردات، روشن است که بازار روسیه برای ما کشش ندارد. غربی ها نیز می دانند که حجم تجاری ما با آنها نمی تواند یکباره به سمت دیگری برود. گسترش روابط با روسیه در شرایط فعلی که روس‌ها تحت فشار تحریم ها هستند بیشتر به نفع آنهاست. بفرما. اینم از دستاورد نگاه به شرق. راستی مگه اون امام خاک تو گورتون نبود که شعار میداد و میگفت نه شرقی نه غربی فقط سماور برقی؟ حالا چی شده که مثل مرغ سرکنده خودتونو به شرق و غرب میکوبی؟ نه راستی علتش چیه؟ هدف اصلی آمریکا داعش و سایر گروه‌های تروریستی نیست، بلکه هدف اصلی آن تضعیف قدرت ایران و جبهه مقاومت در منطقه است. وضعیت به قدری پتاله که دیگه جایی برای خالی بندی هم باقی نمونده. چه به شرق بپیچن چه به غرب، نهایه اصل درد و بالا میارن. اما یکی نیست به این جماعت نفس بریده بگه آخه بدبختا این مرضی که به جون نظامتون افتاده با شرق و غرب دوا نمیشه. بالا برید پایین بیاید، شرق برید غرب برید، بازم خلاصی ندارید. هر دو راه به یه جا ختم میشه، یه دره بزرگ و تاریخی که اسمش زباله‌دونیه.